شما عموما باید تولد نمیشید. اونا پروای فکری من کردن. نه شخصیت پرستی و کیمچی مردم به همین حالت آورده رسان. زنهای زیبا، مردهای بعضیاشون حتی مضمون سرودی میخونده میشنن نمیدونن که برای چی میخونن. حتی ژرینوفسکی تاجیک گفته وای میکرد امروز بچهای ما همش نامای نقض دارن. طاقت کردن نمیتونم باشه سایه. درود بیننده عزیز، میمه برنامه نگاهی نو این برنامه نگاهی دیگر است و امروز ما مهمان داریم که به سوالایی که شما الان میدونید پاسخ میگن هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان استاد عبیدالله رجبوف. سوالهای کوتاه بلیت سوالها از نویسنده فرانسوس مارسیل پروست تمام برای شما گزار میکنم استاد. اگر خواهید کوتاه جواب دهید استاد، اگر نخواهید میتوانید که جواب ندهید. کدام از نکوکاری ها برای شما از همه بیشتر ارزش دارد؟ نکوکاری ها اگر توانسته باشم یک کسی را از راه بد گردانده باشم و کسی را اگر که گفتم و از گفته های من اگر بهره برده باشد همین چیز به من پسند است. فهمم. صفاتایی که شما از همه بیشتر در مرد قدر میکنید؟ مردی. در زن باید زن باشد، نازک باشد، ولی زن باید غلام مرد نباشد. فهمم. مشغولیت دوست داشته شما؟ مشغولیت دوست داشته من مشغولیت های بسیاری دارم. مسئله بسیار است. یک دو تایش رو میگم. من کم صورت هم میکشم. حاضر نه، حاضر کمتر شده است. بیشتر کم میکشتم. بعضی ایستا در خانه هست از آن من. همین صورت موسیقی گوش کردن بعد گشتن ناز ببینم من سایر. فهمم استاد، تشکر زیاد. کدام خصلت ها بیشتر خاص شماست؟ من تازگی و آزادکاری ناز ببینم. آنهایی که مثال میگن در گپشان نمیستند بسیار بد میبینم. قبول ندارم. حاضر همین دور زمان من دروغگو نمیشم اگر میگم 90% مردم آنچه که میگویند اون نیست. اون همون اجرا کردن نمیتوانند. گفتن دیگر است و کردن دیگر است. در کار صنعت، در رژیسور، در هنر هر چی که میگویی باید همون بود کنی. اگر نتوانستی نکردی پس تو گفتی همون آدما که جای استقامت دیگر کنی. فهم استاد، تشکر. نگاه شما و مثل آن که فرض کردیم که امروز راکت های کیهانی پرواز میکنن و میپرانن، یعنی که با پرواز آماده میکنن. اگر یک وینتکی همون نباشد ببینید از 1001 کمیسه میگذارن که اینش است، اینش نیست، اینش بود، اینش وای شد، اینش نشد. تئاتر هم همین خلاص همه چی در جایش باشه. امروز اون راکتی که چی میگن کشتی که در آسمان پرواز کرده ایستاده است، تکنیکای اینجا کیمچی فراموش کنه که از همونجا هوای کشتی بیرون میبراید. شما ببینید هر روز معلومات میتید اونجا هوا برابر جان آدم است. اگر که همون هوا بیهوده برآمده رود اگر اون به هوا میمونه نماشون. انا همین کمبودی یکی از همون انجینیر و ساختمانچی که کسی که اونجا همون ندید، نفهمید، ندونسته کرد، گفت ده پکوریو فرض کردیم اینجا بس سوارکا کرده بود، نگاه کرد که سوارکا بوچه دیگه است، دیگه اونجا خیر و غیره. کمبودی از اون بی‌پروایی است. از بی‌پروایی یک کس مثال من جبر میبینم. میخناسیونه من یک چیزی مثلا از مغازین فرض کردیم یک اسباب قیمت میخرم، خانه میبینم که او تکنیکی برق داره. فهمم. پورا همون چیز یعنی من میبرم و که شما در همینجا دیده بودید که من از کجا میدم در اون وای با نه اون فروشنده نه قبول کرده میتواند و من نه استفاده برده میتوانم. این از بی‌پروایی و از بی اهمیتی همون آدمایی که ساختن. و ما هم همین خلاصیم. فرض کردیم که ما هم خداوند آفرید با انجینیروش و امروز میبینیم پیش دکتر میگه که شما عموما باید تولد نشید. این چیزایی هست که من با دو کلمه و یک چیز اینه که با وای میگم و آیا همون دکترها ما توبت کرده میتوانند؟ این سوالی دیگر است. این سوالی دیگر است. فهمم. تشکر استاد.
خوشبختی از نگاه شما چه است استاد؟ خوشبختی من کم میبینم آدمی که خوشبخت باشد. خوشبختی اگر در شکم سیر و خانه آباد باشد این حساب نیست. خوشبختی از هر جهت است. من مثلا میخوام که وطنم آباد باشد، تینج باشیم، ما مردم تینج باشد که فعالیت کنند. وقتی که تینج است هم کشاورز شاد است، هم مهندس شاد است، هم صنعتکار شاد است، هم راهبر دولت شاد است که به جای بعضی مناسبت های حل کردن برای آبادی کشور. امروز که در قرقیزستان ناتینجی است، من اینو نمیتوانم قبول کرده بگم که من تینج باشم. امروز که در افغانستان وضعیت چند سال شد که یک عمر یک آدم شد که ناتینج است و اون نسلی که اونجا هست همه اینا نسل در جنگ تولد شده هستند. از وای چقدر شما آدم میسازید. اونا هم در همون حالت جنگی تولد شدن. همه اونها مثلا میدونن که پگه او باوری ندارد که اونجا آرام میشود. مثلا برادرای ما افغانا که اونا هم ملت ما هستند، دوست و هم سرحد ما هستند، از این چیز همه ما خوف داریم. من مفهوم تینجی بسیار مفهومی وسیع است. من میخوام که تینج باشد. تینجی ما در این چیزا میدونم. فهمم. بدبختی در چی است؟ بدبختی در همین آفت جنگ، آنهایی که خب بعضی چیزای طبیعی هست که اینا ما نمیتونیم نظارت کرده. فرض کنیم که آبخیزی، زمین لرزه، سوختارها امروز ببینید رسیه، نصف رسیه میسوزد، امریکا میسوزد و میکند. همین خد دولت های ابرقدرت که دنیا را دیگر کردن یک آتشی خودشون خاموش کردن نمیتونه. خدا نکند که همین بدبختی ها به سر ما بیاید. فهمم. تشکر استاد. ما این چیزا رو گذراندیم، از سرمان گذراندیم. همین جنگ شهروندی ما از چی بود؟ از حسودی، از بخیلی. هر کدی اینها میخواستن که خوشبخت شوند با واسطه جنگ. کیم که اینا مغلوب میکنیم وای میکنیم بعد ما خوشبخت میشیم. اونا پروای فکری من نکردن. نه، فکر شما فکر دیگران کردن نکردن. همین شخصیت پرستی و کیمچی مردم به همین حالت آورده رسانید. فهمم. تشکر استاد. خب سوال نوبتی مارسیلیا پروست همین است که رنگ دوست داشته شما کدام است؟ من رنگی دوست داشته، همه رنگ ها برای من دوست داشته هستند. من کمتر کسب رسامی که دارم، رسام نمیتواند بگه که این رنگ دوست نمیدارم، اینا دوست میدارم. میتونه با یک رنگ کار کند، یا سیاه یا سفید یا سرخ، ولی همه رنگ ها در کارن. و مثل اون که شما کدام عضوی بدنتون دوست میدارید؟ این به مانند همین است. همین است. کدام عضوی بدنتون شما نالازم میشمارید؟ نیست این گونه. نیست این خیلی. بله. فهمم. گلی دوست داشته اتون؟ همه گل ها گلی دوست داشته من است. همه گل ها، ولی من گلی سیاهگوش بسیار دوست می‌دارم. سیاهگوش. فهمم. برای چی؟ برای چی؟ چون که من در همین محیط به همراه همین گل ها کلام شدم. اون دههایی که من زندگی می‌کنم همه پر از گل سیاهگوش است. من عمری همین 10-12 روزه دارم. یگانه گلی است که کپ همون می‌خورد. فهمم استاد. اگر این کسب نمی‌بود کدام کسب؟ کدام کسب در نظر دارید؟ اکتوری؟ اگر من یا موسیقیچی می‌شدم یا رسام می‌شدم. فهمم. در کجا زندگی کردن می‌خواستید استاد؟ در تاجیکستان عزیز. در تاجیکستان عزیز. شاعرانی دوست داشته؟ شاعرانی دوست داشته هستند در تاجیکستان. خوشبختانه شاعرانی دوست داشته هستند از کلاسیکامان. اصلا ملت تاجیک ملت شاعر پرور و شعر دوست است. همه ما، چون که سرزمین ما باید که سرزمین شاعرها باشد. همه شرایط برای ایجاد کردن، الهام آوردن در تاجیکستان عزیز ما هست. کوه برای شاعر چه کار؟ کوه، آب، منظره، هوای تازه، خواب، دال و درخت، زنهای زیبا، مردهای قوی. این کشور تاجیکستان کشور شاعرزا و شاعر طبیعت است. فهمم. رسام و بسته‌کاری دوست داشته؟ اینا بسیار خیلی زیاد هستند. اینا خیلی زیاد هستند. اینها که همه کلاسیکای روس و تاجیک در تاجیک ما کنتره. شش مقام من بسیار دوست می‌دارم، فلک هم دوست می‌دارم، ترانه‌های خلقی هم دوست می‌دارم. خب اینجا هستند دوستای من، اونهایی که ما در این نمایش‌هایی که در میدان‌ها کردیم. من در این سال سر کرده 94 حتی پیش از 94 هم با یک بایرم که ما نمایش‌های میدانی می‌کردم تا سال 2017 اینا من کردم. من
سیستم نوی گذراندن معرک‌های میدانی جاری کرده بودند که از ماسه ابراز می‌آفریدیم، از ماسه وای می‌کردیم. همه حافظ و نوازنده ها از تمام جمهوری اونا رو من دعوت کردم. حاضر خیلی حافظای نو برآمدن که اینا بیشتر به سرود نیو خاراکتر نمی‌آفرند، ابراز نمی‌آفرند در سرود. بعضی هاشون حتی مضمون سرودی می‌خوندگیشون نمی‌دونن که برای چی می‌خونن. بله. خب استاد با کدام منفعت‌ها بیشتر افضلیت میدید شما؟ منفعت دانش البته. دانش. قهرمان‌های دوست داشته شما از ادبیات؟ اینا هم بسیار هستن. بسیار هستن. دو سه نفرشون رو نامشون رو میگید؟ من قهرمانایی که نظام الدین عبید زاکانی در اثرهاشون میگن اینجا بسیار عجیب هستند. خب قهرمان‌هایی که مثل واسه برای من عجیب است. واسه عجیب است. از اولق زاده. بله. قهرمان دوست داشته مرد در زندگی امروزه هست استاد یا نیست؟ اگر زنده ها بود. از زنده ها از ویا؟ بله از زنده ها. همین یگانه قهرمان ما انا شخصی که مثل جانش بخشید برای ملت تاجیک این پرزیدنت ما است، امام علی رحمان. بخشید خودش. گفت در یک جا که اگر برای آبادی کشور جان من به کسی ضرور باشد من قربان میکنم خودم. گفت بر هر باری که سفر میکنم من گمان ندارم که برمیگردم، یعنی به همین معنا ده برای آبادی وطن من دیگر گپ ندارم. برای این من اصلا چیزا رو خوش نمیبینم، ولی این حقیقت حال است. چند بار اینا شما خودتان میدونید که ترکاندنی شدن، کشتنی شدن، ولی به وقت مردم تاجیک همین مرد شجاع امروز مملکت پیش میبرد. امروز تاجیکستان عزیز شناخته نمیشود. دولت هایی که انتظار نبودند، حتی ژرینوفسکی تاجیک گفته وای میکرد، امروز با افتخار میگه تاجیکان چشم من پوشیدن، دیگر شدن. بله استاد. قهرمان دوست داشته زن در زندگی هست امروز؟ زندگی امروز است. این زنهای ما همشون قهرمان اساسی هستند. نام های دوست داشته شما چه در نظر دارید؟ نام انسان، اسم. بچه‌های ما همشون نامای نقض دارن. خب فقط نام بچه‌هاتون رو دوست می‌دارید یا عموما بود نامایی که نه نامای زیاد بسیار است. مردم تاجیک همه ناماشون نامای رمزی است. نه زیبا میگن، زیبا خیلی زیبا است. زیبا است. همه زیبا هستند. کارشون هم زیبا است. مثلا زیبانیسا رستم آویان من بسیار احترام میکنم و او هم جواباً به من احترام دارد. فهمم. در چی به شما این نفرت کتاب مقاله‌شون میبراید؟ بهترین. ما انتظار میشیم حتما. در چی شما حسی نفرت پیدا میشد؟ ما در اول گفتیم وقتی که یک مرد قدی صحبت میکنیم اینقدر مهربانانه گپ میزند و بعد میفهمیم که او بغل یک رستنی است که نامش بلدرغان میگن. یعنی او یک رستنی که نمودی خوشرو داره ولی درونش خالی است. فهمم. کدام چهره‌های تاریخی حسی نفرت شما رو بیدار میکنه؟ هست؟ خیلی بسیارند. من نمیخوام. چینگیز خان و با چند و دیگر که امروز ما ملت تاجیک از دست اینها بسیار جبر دیدیم. حکمتی پسندیده شماست؟ حکمتی پسندیده من هرچی که میگویم من برای تاجیک میگویم. امروز ما یک ملت در جهان نسبت دیگر ملت ها خرد هستیم، کم هستیم، ولی ملت شهرتیار هستیم و در همه جا میشناسند. تشکر استاد. خب چرا بیشتر بعد در دوستانتان قدر میکنید؟ گفتیم اینو در اول که مردانگی، جسارت نورسایی شما استاد هست؟ البته انسان بی کمبودی نمیشود. من میخوام بعضن که یگون کس خفه نکنم، ولی چون میبینم که از بی اعتباری همون آدم با من یک درد، یک رنج پیدا میشد، نفرت پیدا میکنم. نارسایی من شاید همین باشد که طاقت کردن نمیتونم با چیزای خودم از اون بیان میکنم. فهمم. تحمل کردن نمیتونم. چون که خودی زمانه همین است. اگر تحمل کنید و صبر کنید خیلی امروز یک چی میشود
صبر میکنید که با یک کار دیگر یک بدبختی دیگر روی میدهد. همین چیزا بعضی تحمل میکنن، طاقت میکنن و من عصبی میشم. فهمم. تشکر استاد. شما خود رو چگونه دیدن میخواهید؟ همین چخلی که هست همین گونه استاد؟ همین برای من میشد، همین معقول است. من دیگه خیلی خودم من نمیتونم. من در بسیار این چیزا خودم من سنجیدم و کردم، لیکن من از کودکیم همین کسب برای من گوارا هست. همین چیز قبول میکنم. همین. فهم استاد. 3 سال دیگر چگونه مردن یعنی در گذشتن میخواستید استاد؟ نمیدونم. من در این باره من فکر کردم. کنی ببینیم بالا چی میگه. فهمم. زیبایی از نگاه شما استاد؟ زیبایی برای من این همه چیز است. من زیبایی این بهترین نعمت دنیایی است. اگر نعمت گویم اگر، چون که زیبایی را خدا می آفرد و اینقدر زیبایی می آفرد که میگن انتخاب کن کدامش به شما معقول است. من هر چی که زیبا است، هر چی که از روز قانون‌های طبیعت پر است، بتون است، او به من معقول است، گرچه که طبیعت هم خطایی داره. فهمم. مثلا در یک جا میریم ما میخوایم که سفیداری بلند باشد یا که چی میگن باز یک چیز بلند خوشرو باشد و زیبا است. یک جا میگیم یک قرقه چه میبینیم که گشتگی پیچیدگی خرفته پایان فرموده با از نو برآمده است و هم زیبا است. یک جا میگیم که آب روان است، موج دارد، بحر میشد، او هم زیبا است. وقتی که شرشره میبینیم از بالا میفرد، وقتی که میبینیم چون مار دریاچه ها میره، او هم زیبا است. به اینها همه این چیز زیبا است. هر چی که در طبیعت هست همش زیبا است. زیباست. فهمم. بهترین. از این رو انسان ها هم فرزند طبیعت هستند. با همه آن زیبایی، مثال یک گفتن نمیتونه که زیباترین انسان شما هستید، نمیشود گفته. همه زیبا، زیبایی خاصی خودشون دارن. مهم که دلشان زیبا باشد. مهم این چیز است. باطن. فهمم. تشکر. و آخرین سوال از این نویسنده فرانسوز مارسل پروست همین است که شعار شما در زندگی چی است استاد؟ شعار من همین است یک کاری کن که بعد از مردنت مردم درباره شما یک سخنی بگویند. فهمم. استاد تشکر زیاد. اینجا فرجام هست. آخر سخن شما را برای بینندگان. من از بینندگان عزیز میnnadار هستم از این واخوری. گمان میکنم که این واخوری اولین ما نمی شود و بسیار سخنهایی که داشتیم ناگفته ماند و من گفتنی های زیادی دارم با امید آنکه ما باز میخوریم. تشکر. سلامت باشید. تشکر زیاد استاد. استاد سالی سپاس. و مهمان ما بودند هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان سابق قدر کینو و تئاتر استاد عبیدالله رجبوف. استاد سپاس. سلامت باشید. تشکر زیاد استاد. سپاس. аз ютуб канали нигоҳи нав лоиҳаи ҷадид бо номи нигоҳи дигар пешниҳоди шумо мешавад. ба чеҳраҳои шинохтаи ҷумҳурӣ саволҳои кӯтоҳу ҳамгунаи фалсафӣ вогузор мегардад ва андешаҳои мухталифиашонро шумо шоҳид мешавед. нигоҳи дигар, саволҳои ахила ва ҷавобҳои мухталиф.